ساعت با وقت پراگ رسیده هست. بینندگان عزیز و چون همیشه در این وقت من از دفتر مرکزی رادیو زودی از پراگ برای شما سرخط خبرهای روز رو میگم و البته فراموش نکنید که 3 ساعت پس یعنی ساعت 1 با وقت پراگ بازم با شما ملاقات خواهیم داشت. میگونه در بخش مستقیم و این بار در برنامه خبری که 15 دقیقه ادامه میکند و فراگیری موضوعهای روز تاجیکستان و جهان است. جهش نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان حال حاضر قیمت یک خلطه ارد 91 در کشور از مرز 200 سومانی هم گذشته است. با توجه به آنکه نان یکی از محصولات اصلی استعمال مردم تاجیک است، اگر قیمت ارد یک ذره بالا رفت شکایت و نارضایتی مردم هم بیشتر می شود. فروشنده های عادی ارد میگویند وضع مردم کم بیزایت را میفهمند ولی خودسرانه قیمت ارد را بالا نبردند. همکاران ما در این باره گزارش تهیه کردند و در برنامه خبری تقدیمتان می شود. خدمات علاقه مانع ورود سرمایه های خصوصی و رشد اینترنت شده است. چنین از خلاصه بانک جهانی که در یک گزارش نوش بیان شده است. با گفته مؤلفان گزارش این نهاد نمیگذارد که نقل های اپتیکی را بکشد که هم خراجات را کم و هم سرعت و صفت اینترنت را در تاجیکستان بهتر میکند. پاسخ خدمات علاقه تاجیکستان با این گفته های بانک جهانی چیست در برنامه خواهیم گفت. ضمناً کارشناسان ارتسا میگویند کم شدن سرمایه گذاری در بخش مخابرات به یکی از مشکل‌های جدی تبدیل یافته است. بعضی شرکت‌ها بازار تاجیکستان را ترک کرده و برخی دیگر خود را مفلس اعلام کردند. پرتابگاهی که ساکنان را به داد آورده است. در نویه رودکی ساکنان از بی‌نظمی در مکان پرتاب شکایت میکنند که نه تنها به زندگی روزمره بلکه به جریان تحصیل اطفال در مکتب نیز تاثیر بد میرساند. همکاران ما که به این محله رفتند میگویند بوی غلیظ پرتابی ماها باقی مانده و حشرات‌های گوناگونی از پرتاب‌ها به سیمخانه وارد شده به سلامتی مکتب بچگان تاثیر رسانده است. اما عجیب این است که رهبریت بخش کمیته حفظ محیط زیستینویه از حالت ناگواری پرتابگاه خبر ندارد. اگر در برنامه خبری ما را همراهی کنید می توانید گزارش را در این باره ببینید. امروز به مهنت برمحل کودکان نیز داخل خواهیم کرد که تنگدستی خیلی بر وقت آنها را بزرگ نموده و سرپرستی خانواده هایشان کرده است. در مثال یک نورس از بدخشان همرز با تاجیکستان می تواندید که چگونه آرزوهای بالا خانه‌داری نورسان بنابر وضعیت ناگوار عملی نشده باقی میمونند. و طبق وعده امروز تفصیلات ترکیش در طرفخانه شام قلعه را برای شما نمایش میدیم که گفته می شود وضع 3 نفر از آسیب دیدگان ترکیش بالونی گاز مویه در حالت وزنین است. خوب بینندگان عزیز، این تنها چندی از نامگوی موضوعی بود که من به سهم شما رساندم و خبر و گزارش‌های از این بیشتر نیز هست که در برنامه خبری ما بعد از 3 ساعت دیگر پیشنهاد شما خواهیم کرد. در همینجا در آزادی ویدیو ما را همراهی کنید. ما همه شما را منتظریم.